با سلام و درود به شما ورزشکاران خوب تیرانداز. میدونید که همونطور که میدونید رشته تیراندازی رشته تمرکزی استقامتی هستش و تمرکز در تیراندازی میتونه خیلی مهم باشه، ولی خیلی چیزایی که دیگه میتونه بازم مهم باشه مثل تکنیک و تاکتیک، آمادگی جسمانی، تغذیه و تجهیزات. این چند نکته که خدمتتون عرض کردم میشه به یه صورتی خلاصه رفع کرد. مثلا تکنیک تاکتیک رو میتونیم با تمرینات مدام و مستمر میتونیم خوب انجام بدیم و کار درست‌تر انجام بشه. آمادگی جسمانی میتونیم با ورزش رشته ورزشی که برای تیراندازی مفید باشه میتونیم اون رو انجام بدیم و تغذیه هم که میتونیم با رژیم غذایی حلش کنیم. تجهیزات هم که میشه یا با خریداری کردن یا با تهیه کردن میشه اینو انجام داد. ولی تمرکز که همونطور که میدونی یه چیز تکنیک از تیراندازی که واقعا یکم مشکل میشه گفت، چون تیرانداز وقتی در یک نقطه قرار میگیره و میخواد تمرکز کنه روی هدفش، یه مقدار براش، چون همونطور که میدونیم یه شخص که در یک قسمت که قرار میگیره بیشتر حواسش به این ور به اون ور پرت میشه، به خاطر همین یه خود کم مشکل تر میشه کارش. همونطور که میدونید متخصصای مغز هم که گفتن که یک فرد میتونه از 10% مغز خودش استفاده کنه، حالا ممکنه کمی بیشتر، ولی من فکر میکنم نه، میشه یک کم بیشتر در موقعی که تیرانداز میخواد بده، در اون موقع شلیکش انجام چند ثانیه انجام بده، کمی بیشتر از مغزش میتونه استفاده کنه که بتونه به هدف خوبی برسه. و این روش هم میتونه که طوری باشه که انجامش با یه تکنیک خاصی که ورزشکار بتونه این کار انجام بده، میتونم برای شما توضیح بدم. این توضیح رو امید خدا در ویدیوی بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. با امید دیدار در ویدیوی بعدی.